نصیحت‌های طلایی برای جوانان برای رها یافتنشان از شبکه‌های فحشا و فسق و فجور. ای جوانان عزیز، میدونید که شما مسئول و وظیفه‌دار هستید. الله متعال می‌فرماید ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. بیگمان گوش، چشم و دل هر یکی از اینها از آن پرسیده خواهد شد. یعنی انسان در روز قیامت از آن چه گوش، چشم و دلش انجام داده است مورد بازپرسی قرار میگیرد. الله به تو مینگرد، به سویش توبه بکن، اندیشه بکن از تماشای فیلم های فحشا چی چیز فایده میکنی؟ میدونی که با اون کارت نفست را در بدبختی و مصیبت سخت قرار میدهی. با این کارت دماغت را تباه میگردانی. با این کارت عصبیت را خراب میکنی. با این کارت بدنت را نابود میسازی. با این کارت خودت را براه میبری که هیچ نتیجه مثبت و مفید ندارد. همیشه گرسنه خواهی ماند و حیات عائلویت ویران خواهد گشت. این کاری بدت مشکل‌ها در علاقه و ارتباط همخوابگی مرد با زنش با وجود می آورد. ای جوانان، کیف و صفای و لذتی که از این راه حرام میبری یک روز است یا 2 روز، 1 ماه است یا 2 ماه، 1 سال است یا 2 سال، اما یقین بدان که بعد آن حساب و کتاب، عذاب قبر و محاکمه الهی در پیش است. از ذاتی که تو را می‌بیند شرم بدار. فرشتگان کارهایت را می‌نویسند. با مشاهده کردن این نوارهای فحشا میان خودت و الله فاصله ها ایجاد میکنی. این فیلم ها و نوارهای زشت و فحشا چقدر وقتی تو را میگیرند؟ چرا بر نفس خودت ظلم و ستم را به دست خودت روا میبینی؟ نفس و وقتت را ضایع میکنی به خدا. فروتنی نماز و روزه از بین میرود. این همه به سبب نگاه شیطانی است. به هر نوار و فیلم یک نقطه سیاه دلت را فرا میگیرد که در آخر دلت کاملا سیاه میگردد. ای برادرم و ای خواهرم، اگر عضو شبکه‌های فحشا باشی فوراً خارج شو و علاقه را قطع کن، چون که آنها دوستان بد هستند که معصیت و گناه را برایت زیب و زینت دادند. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوستان در آن روز یعنی روز قیامت دشمن یکدیگرند جز پرهیزگاران. صورتها، فیلمها، نوارها و وسایلی که تو را به آنها میپیوندد دوری بجوی. از هر چیزی که تو را ویران و هلاک میگرداند خود را کنار بگیر. از هر چیزی که تو را به علاقه و کارهای نامشروع و حرام میرساند خودداری بکن. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. ای کسانی که ایمان آوردید، از گامهای شیطان پیروی نکنید و هر کس که از گامهای شیطان پیروی کند پس بیگمان گمراهش میکند و از او شیطان با کارهای فحشا و منکر فرمان میدهد. دکتر علم طب گری اویلسون میگوید مغز و مینه سرت زیر تأثیر فیلم و نوارهای فحشا قرار گرفته از حالتهای طبیعیش میبراید. برای برقرار کردن حالت طبیعی 6 ماه ضرور است که دماغ به حالت عادی و طبیعیش برگردد. تمام برنامه ها، فیلم ها، نوارها، صورت ها و مجموعه های فحشا و بد اخلاقی را دور بکن. با جای اینها برنامه هایی که سایت های فحشا و فسق و فجور را منع میکند استفاده ببر. انجمن هایی که برای پیشگیری کردن چنین بیماری ها اساس یافتند عضو آنها بشو. برای خود همنشین های صالح انتخاب نما. بسیار دعا کن تا اینکه خداوند تو را از این گناه نجات دهد. برنامه های هر روزت را نوشته کن. با ورزش مشغول شو. روزه گیر. با آب خنک غسل کن. با مردم صادق اجتماعی باش. با خویش و نزدیکان صله رحم را برقرار بگردان. علاقه و رابطه مجازی را ترک کن و با رابطه طبیعی مشغول بشو. در مخلوقات الله متعال تدبر و اندیشه نما. با فعالیت ها و مهارت های نو روی بیاور. در آخر فراموش نکن که خدای پاک می فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. و مردان مؤمنان بگو که چشمان خیش فرو گیرند و شرمگاه خود نگه دارند. این برایشان پاکیزه تر است. هر آینه خدا با کارهایی که میکنند آگاه است. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب فأنت إلهي
طبيب القلوب، وأنت الذي تقل الذنوب.